اینجا اتاق عکس معروفه کاخ ظل السلطانه که تمام عکس‌ها رو هر کدوم به نحوی از بین بردن. تشریف بیارین آقای قنده‌قالی اینجا این اتاق عکس معروفه. اینجا حالا یه سری سال مونده اکثرش هم از بین بردن. یه اتاق عکس هم بالا هست شنیدم. نقش انگلیسه خیلی ظل السلطان علاوه به انگلیس داشته، اصلا طرفدار انگلیس بوده. خیلی هم تلاش می‌کرده وقتی که فرمانده جنوب کشور بوده به انگلیسی‌ها خیلی توی رفت و آمدهای دریایی کمک کرد. پوستر اولین بار زمان باباش ناصرالدین شاه اصلا به ایران میاد. یا هر کدومش احتمالاً داستان تاریخی خیلی سنگین داره. همون خیلی اینم که رو هانی که تو دارم موقع آره اینا هر کدومش داستانی قطعاً داره. بعد نه کاغذ بود چسبوندم اون پوستره بله دنبال هم چسبونده گچ چسبونده 100 سال پیشه. آره دیگه اصل 150 سال پیش 150 سال پیش یه خوشگله شاید اینا که می‌بینین سالم تره میگه ببینید تا این بالا اینجا قسمت سالم ترش این قسمته. بزرگان یا دانشمندان یا آدمای تاثیرگذار اینجا مثلا اسمشون هم نوشته لردای انگلیسن لردن اکثرشون. ولی یه جنگه. آره ببینید مثل لشکر کشید برای سام گرندفادر ها این شجره نام این سگه نه آفریقایی ها دارن اینا رو میکشنشون لباسشون آفریقایی هست بکنم نسلکش بکنم یا به آفریقا باشه شاید مثلا چینی هن نه هندی ها پرچم انگلیسه شاید مثلا اشاره با آقای گاندی کرده اینا دوره شرقی ها. این احتمالاً میتونه مثلا مال جنگ تریا که انگلیس و چین باشه چون اینا حالا همه نشستن. جنگ تریا چی بوده؟ والا وقتی که این هندی ها اینجا دارن شلاق میخورن